صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201 616 920 1791. تکرار می کنم، 201 616 920 1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید. ظاهر و آشکارمان تو، باطن پنهانمان تویی. عارف به نیت قلبی و دانای افکارمان تویی. غیر از تو کار جهان کی میسر است؟ فاعل به فعلی و مصدر هر کارمان تویی. کاه از تو کوه شد و دریا چو قطره‌ای، تدبیر این نظام پر اسرارمان تویی. بر ذات ما ز بحر تفکر به یک نگاه، بهتر ز دیده و چشمانمان تویی. گشتی نمونه کامل چو رفتی بر آن صلیب، حاضر به رفع گناه و ضامن عصیانمان تویی. صد وعده‌ات وفا نمودی در این دیار، یک وعده مانده مسیح که نگهدارمان تویی. فاسد شد این جهان و فنا گشت این وجود، احیای مرده و چاره درمانمان تویی. دانی خراب شد عالم ز کار ما در کار، بر ما ظهور کن که قبله حاجاتمان تویی. زندگی و تعلیمات عیسی مسیح. اقتباس از انجیل مقدس به قلم حضرت لوقا. برنامه‌ای از صدای انجیل. همیهنان گرامی و حقجویان عزیز، درود گرم ما را پذیرا باشید. امیدوارم که در عنایات رحمت خداوندی روزگار را در سلامتی و شادی به سر آورده و برای خدا به این عمر کوتاهی که دارید زندگیتون رو پاک و مقدس نگاه بدارید. من برادر شما و غلام نالایق عیسی مسیح کشیش رضا مسعودی خدا را شکر و سپاس میگویم که توفیق عنایت فرموده تا این روز را زنده باشم و از کلام حیات بخش و آیات را برای شما راهیان عدالت و تشنگان حق بخونم و پیرامون آیات شریف توضیحاتی به عرض مبارکتون برسونم، تا شما که به عللهای مختلف از مصاحبت و مشارکت با ایمانداران و برگزیدگان خدا محروم هستید و می‌خواهید بیشتر و بیشتر نور خدا بر شما بتابد و کلام خدا را مطالعه کنید و تعلیم یابید، ولی امکانات در اختیار شما نیست، لااقل بدین وسیله غذای روح را دریافت داشته و نیازهای معنوی را برطرف نمایید. اجازه می‌خواهم که در ابتدای برنامه این ساعت باز از شما عزیزانی که لطف کرده و برای ما نامه می‌نویسید و با ما درد دل می‌کنید صمیمانه سپاسگزاری کنم. همونطوری که بارها عرض کردم، نامه‌های شما برای ما بسیار عزیز و گرامی هستند و ما به تمام نامه‌های رسیده پاسخ کتبی می‌دهیم و برای آنانی که تقاضای کتاب مقدس یا نشریات دیگری کرده‌اند به درخواست‌هایشون پاسخ داده و براشون ارسال می‌کنیم. تمنایی که دارم اینه که اگر نامه از داخل کشور می‌نویسید حتما آدرس خودتون رو به زبان فارسی روی صفحه نامه مرقوم بفرمایید که کمک بزرگی است برای ما. سخن را کوتاه می‌کنم و حالا توجه خود را به مطالعه زندگی و تعلیمات عیسی مسیح نجات دهنده عزیزمون مبذول می‌داریم و کلام را براتون قرائت می‌کنم. این برنامه رو از صدای انجیل میشنوید. حضرت لوقا به امر خدا و با هدایت روح القدس یعنی روح پاک خدا
برگزیده می شود تا زندگی و تعلیمات عیسی مسیح را به ترتیب بنویسد. او که روح الهی را دریافت کرده بود، مکتوب مقدس خود را تقدیم عالی جناب تیفولوس می کند. او مسیحی شده بود و یادآور می شود که این را مانند امانتی آسمانی باید به نسل‌های آینده تعلیم بدهد. 4 آیه اول فصل اول مقدمه انجیل می باشد و از آیه 5 الی 25 درباره تولد حضرت یحیای تعمید دهنده یا غسل دهنده و نحوه رسیدن الهام به پدر و مادر او یعنی زکریا و الیسابات به ترتیب برای ما تشریح می نماید. در برنامه گذشته 8 آیه اول را خدمتتون خواندم و دیدیم که زکریای نبی برای کار شفاعت و برای انجام خدمت وارد قدس الاقداس که مقدسترین جایگاه بیت المقدس یا خانه خدا بود میشه و او آنجا می رود تا برای مردم طلب بخشش و تقاضای رحمت کند، دعا بکند، شفاعت کند که خداوند گناهان قوم را ببخشد. در این حالت بود که ناگهان فرشته خداوند به او ظاهر میشه. اجازه به ابتدا آیات را براتون بخونم و سپس توضیحاتی برای روشن ساختن آیات به عرضتون برسونم. از آیه 9 الی 17 خدمتتون میخونم. میفرماید بر طبق رسوم کاهنان قرعه به نام زکریا اصابت نمود که به اندرون مقدس معبد وارد شود و بخور بسوزاند. در وقت سوزانیدن بخور تمام جماعت در بیرون ایستاده و دست به دعا برداشته بودند. در آنجا فرشته خداوند به زکریا ظاهر شد و در سمت راست 4 پایه بخور ایستاد. زکریا از ظهور فرشته تکان خورده و ترسید. اما فرشته خدا به او گفت ای زکریا نترس، دعاهای تو مستجاب شد و همسرت الیسابات برای تو پسری خواهد زایید و او را یحیی خواهی نامید. شادی و سرور نصیب تو خواهد بود و بسیاری از تولد او شادمان خواهند شد، زیرا او در نظر خداوند بزرگ خواهد بود. و هرگز به شراب و باده لب نخواهد زد و از همان ابتدای تولد او از روح القدس پر خواهد بود و بسیاری را از بنی اسرائیل به سوی خداوند خدای آنان باز خواهد گردانید و با روح و قدرت الیاس مانند پیشاهنگی در حضور خدا قدم خواهد زد تا پدران و فرزندان را آشتی دهد و سرکشان را به راه نیک آورد و مردمانی مستعد برای خداوند آماده سازد. دوستان عزیز، اجازه می‌خواهم که ابتدا در مورد هیکل یا عبادتگاه مقدس یهود که مقدس‌ترین جایگاه در زمان عیسی مسیح محسوب می‌شد مطالبی نیز براتون بگم. این همون جایی است که امروزه نیز یهودیان قصد بنای آن عبادتگاه را دارند، زیرا این اطلاعات ما را در درک بقیه آیات انجیل و همچنین رسومات مذهبی کمک بسیار می‌کنند و سپس در مورد پیام فرشته و کار حضرت یحیی مطالبی نیز به عرضتون خواهیم رساند. در اینجا می‌بینیم که زکریای نبی مسئول خدمت در این مکان مقدس یعنی قدس الاقداس میشه و در اینجاست که فرشته خدا به او ظاهر میشه و مژده تولد فرزندی را به او میدهد که فرزند مقدس میشه، یعنی حضرت یحیی. هیکل کلمه است عبرانی و به معنی قصر یا بنای عظیم می باشد. ابتدا حضرت داوود به فکر بنای خانه‌ای برای خدا یکتا در شهر اورشلیم افتاد و خواست به جای خیمه‌ای که موسی برای عبادت مردم یا برای خدا در بیابان برپا کرده بود اون رو بنا کنه، ولی خدای تعالی به داوود این اجازه را نداد که این خانه مقدس یا عبادتگاه را بسازد، زیرا وی خون بسیاری ریخته بود، یعنی اون در جنگ‌های بسیاری شرکت کرده بود. ولی پسر حضرت داوود یعنی حضرت سلیمان در سال 967 قبل از میلاد مسیح خانه بسیار بزرگ و قشنگی یا بهتر بگم قصر بزرگی ساخت و آن بنا را هیکل یا بیت نامید یا خانه خدا. در اینجا کاهنان قربانی ها را تقدیم خدا می کردن و در اینجا مردم برای دعا و عبادت خدا یکتا جمع می شدن. این هیکل همان خانه خدا و یگانه مرکزی بود در عالم بشریت که به عنوان مکان مقدس برای خدای نادیده ساخته شده بود.
در سال 587 قبل از میلاد هیکل سلیمان یا این عبادتگاه به دست پادشاهان بابل خراب میشه و بابلی ها اسرائیلی ها را به اسارت میبرن و به بابل میبرن. قریب 50 سال بعد دوباره به همت کوروش و کبیر قدری کوچکتر این بنا مجدداً دوباره بازسازی میشه که بانی آن زربابل بود. سپس در سال 19 قبل از میلاد هردیوس کبیر برای خوشایند یهودیان به تجدید بنای هیکل میپردازه و صحنه‌هایش را خیلی وسعت میده و عماراتش را بسیار بسیار قشنگ میکنه. ساختمان عمده بیت المقدس هیکل بود. هیکل به واسطه پرده ضخیمی به 2 قسمت تقسیم شده بود، یعنی قدس و قدس الاقداس. کاهنان داخل قدس می شدن تا دعا کرده و بخور تقدیم کنند، ولی غیر از رئیس کهنه، آن هم فقط در یک روز، یعنی در روز کفاره برای شفاعت مردم، سال 1 روز دوستان، هیچ کس دیگری اجازه نداشت وارد قدس الاقداس که محل حضور خدا بود برود. در جلو هیکل صحنی بود که به کاهنان تعلق داشت، یعنی افرادی که در اون عبادتگاه خدمت می‌کردند و در آنجا حیوانات قربانی رو می‌آوردن و در آنجا نذر می‌کردن و قربانی می‌شدن. صحنه این مکان را احاطه کرده بود که مردهای اسرائیلی برای عبادت در آنجا جمع می‌شدند. قسمتی از این مکان را مخصوص مردان اسرائیلی بود و صحن زنانه در مشرق صحن مردانه واقع شد، یعنی در عبادتگاه مردا سوا بودن و زنا سوا. چرا؟ زیرا زنان اجازه نداشتند که در صحن مردان عبادت نمایند. حالا هیچ شخص غیر یهودی اجازه نداشت که در این صحنها داخل شود یا این حیاط‌ها داخل بشه و اگر یک نفر خارجی داخل آن میشد تنبیه او قتل بود، او رو میکشتن. ولی در خارج صحن زنانه صحن بزرگی بود که به صحن بزرگ امتها مسما بود که اگر خارجی ها میل داشتن می توانستن آنجا برن و خدا را عبادت کنن. در آیه 10 می بینیم که در ساعات عبادت اجتماعی که هنگام طلوع آفتاب و 3 بعد از ظهر و غروب بود، جماعت زیادی از مردم در صحنه‌های مختلف این عبادتگاه جمع می شدن و دعا می کردن. در آیه 11 می گوید فرشته که یک کلمه یونانی است به زکریا ظاهر میشه. فرشته به معنی رسول یا پیک نیز می باشد. نام فرشته‌ای که بر زکریا نازل میشه جبرائیله. لوقا کلمه فرشته را 47 مرتبه در کتاب خود و اعمال رسولان به کار میبرد و بیش از هر نویسنده عهد جدید راجع به خدمت فرشتگان صحبت می‌دارد. مذبح بخور، این مذبح عبارت از میز چوبی کوچکی بود که روی آن طلاپوش شده بود و در قدس الاقداس جا گرفته بود. در آیه 12 می‌بینیم که ظهور فرشته یا موجود آسمانی کار معمولی نبود و شاید زکریا قبل از آن هرگز تو عمرش فرشته ندیده بود. ظهور فرشته یا پیامبر خدا معمولاً سبب اضطراب و ترس مؤمنین میشد. در غالب جاها می‌بینیم که وقتی فرشته ظهور می‌کرد، اشخاص حتی وحشت می‌کردند. حالا فرشته که به زکریا ظاهر میشه، می‌بینی که زکریا ترسیده میگوید که نترس. چرا؟ زیرا هیچ دلیلی برای ترس وجود نداشت، بلکه برعکس باید شادی عظیمی رخ دهد. چرا؟ چون روز مسیح میخواست طالع شود. بعداً متوجه شدیم در حینی که زکریا مشغول سوزانیدن بخور بود، به دعا هم اشتغال داشت و بدون شک برای آمدن ملکوت خدا و ظهور مسیح موعود دعا کرده و میکرد. چرا؟ زیرا این چیزها از مهمترین آرزوهای یهودیان مؤمن آن روز بود. مخصوصاً امیدوار بودند که مسیح موعود از نسل آنها باشه و نیز آمده است که او در آن لحظه‌ای که نزدیکی مخصوصی به خدا داشته، یعنی رابطه خوبی با خداوند داشته، برای داشتن طفلی دعا میکرد. زیرا زکریا و الیسابات پیر بودند و هیچ بچه‌ای نداشتند. الیسابات نازا. در این موقع بود که فرشته خدا به او ظاهر میشه و اعلام می‌دهد که زکریا دعای تو مستجاب گردیده است. کلمه یحیی یک لغت عبریه که به اسم یوحنن یا یوحنا می باشد و معنی آن در واقع خدا فیاض است می باشه، ولی در کشورهای عربی برای یوحنا یا یحیای تعمید دهنده کلمه یحیی را به کار میبرند.
وقتی که فرشته خدا پیام داد به زکریا که تو صاحب فرزندی میشی و این فرزند مخصوصی، زکریا بی اندازه بایستی شاد میشد. اول به واسطه اینکه مدتها آرزوی داشتن فرزندی رو در سر میپرورانید و دوم اینکه مخصوصاً برای این بود که این پسر از اشخاص برجسته خواهد بود یا از مردان بزرگ خدا محسوب خواهد شد. در واقع میبینیم که اینطور هم میشه، زیرا عیسی مسیح در مورد یحیی میفرماید که از نسل زن بزرگتر از یحیی به وجود نیامده است. بسیاری از اشخاص دیگر هم از این امر شادی کرده و خواهند کرد که زکریا صاحب فرزندی میشه، یعنی مخصوصا کسانی که خدا را دوست داشتن و طالب ملکوت خدا بودن. زیرا حالا میبینن که پس از اینکه در مدت 400 سال هیچ پیغمبری از طرف خدا فرستاده نشده، خدا وعده های قدیم خود را حالا انجام میده و قاصد مسیح رو میفرسته. دقت کنید، مسیح قاصد داشت یا پیشرو داشت، یعنی یحیی. با تولد یحیی شادی عظیمی در عالم پیدا میشه که در طول قرون و ایام پیوسته بر عظمتش افزوده گشته است. در آیه 15 میگوید که در حضور خداوند بزرگ خواهد بود، یعنی وقتی که یحیی تولد میشه، یحیی همیشه در حضور خدا خواهد بود. خدا او را بزرگ خواهد شمود و بزرگی او نه در عالم جسم بلکه در عالم روحانی معلوم خواهد بود. در عالم معنویت یحیی مقام بسیار شامخی دارد، نه در امور مادی و دنیوی. اتفاقا در دنیا هیچ مقامی نداشت. میگوید شراب و مسکری، در اینجا مسکر به معنی مشروبات الکلی است. میگه از چیزهایی که از غیر انگور درست شده باشد او نخواهد خورد. در آن زمان رسم بود که یهودیا شراب می آشامیدن، زیرا در شریعت موسی ممنوع نشده بود، ولی مستی گناه عظیمی محسوب می شد. شراب خوردن آزاد بود، اما مست شدن گناه عظیمی در تورات محسوب می شد. ولی مردمی که نذر می کردن، مردمی که خودشون به خدا تقدیم می کردن، موظف بودن که در مدت نذر، یعنی معمولا 30 روز، از استعمال شراب خودداری کنند. بنابراین بودن افرادی که وقتی خود را تقدیم خدا می کردن به هیچ وجه لب به مشروبات نمی زدن. این نظیره ها، یعنی مردمی که نظری به عهده داشتن، نه فقط مشروب نمی خوردن بلکه موی خود را نیز نمی تراشیدن و بلند می گذاردن و طبق رسوم و قوانین خودشون رو طاهر و پاک نگاه می داشتن. اما بودند عده معدودی از قبیل سامسون که در تمام عمر خود نظیره بودند و یحیی تعمید دهنده جزو این افراد نایاب میشه که از بچگی حتی قبل از تولد تا آخر عمرش جزو نظیره ها بوده است، یعنی خود را وقف خدا کرده. او بنا بود از سایر مردم زندگانیش متفاوت باشد تا بتواند جمیع بشر را بهتر خدمت کند. امروزه نیز دوستان عزیز، خداوند گاهی افراد را به چنین طرز زندگانی دعوت میکند. میگوید بیایید تا شما را در ملکوت خیش شریک سازم. همچنین در آیه 15 میبینیم که میفرماید یحیی از روح القدس پر میشود، یعنی یحیی از شراب پر نخواهد شد بلکه از روح خدا پر خواهد شد و این قوت الهی او را برای کار عظیمش مستعد خواهد ساخت. یعنی توسط روح القدس است که آماده انجام کارهای عظیمی رو خواهد داشت. در آیه 16 و 17 فرشته خدا اشاره به علت فرستادن یحیی نبی و کار او می کند، به طور که می گوید و بسیاری از بنی اسرائیل را به سوی خداوند خدای ایشان خواهد برگردانید و او به روح و قوت الیاس پیش روی وی، یعنی در راه خدا، خواهد خرامید تا دلهای پدران را به طرف پسران و نافرمانان را به حکمت عادل بگرداند تا قومی مستعد برای خدا مهیا سازد. از آیه 16 متوجه می‌شویم که در زمان تولد یحیی یا عیسی مسیح بنی اسرائیل غالباً خدا را فراموش کرده بودند و از خدا دور شده بودند. پس خدا یکتا یحیی را می‌فرستد تا مردم را آماده کند. کار یحیی در حیات آتیش باید باشد. به عبارت دیگر کار یحیی در حیات آتیش باید این باشه که سبب رجعت قوم بنی اسرائیل به سوی خدا باشد. وی پیش از هر چیز مردم را به توبه
موعظه میکرد، مردم را دعوت میکرد که توبه کنند. مقصود از خداوند خدا همان خدای یکتا یا یهوه است که یحیی پیشرو او خواهد بود، سخنران خدا خواهد بود. وقتی یهودیان به زبان یونانی تکلم می‌کردند، کلمه یهوه را به خداوند تغییر می‌دادند و بنابراین یهوه خدا را خداوند خدا می‌گفتند، ولی اگر عبری صحبت می‌کردند همیشه می‌گفتند یهوه خدا. می‌فرماید فرشته خدا که یحیی در روح و قوت الیاس می‌آید. دوستان عزیز، الیاس نبی یکی از بزرگترین انبیای قدیم بوده و قریب 900 سال قبل از عیسی مسیح زندگی می‌کرد. در عبری نام او ایلیاس و در یونانی الیاس میباشد. بنابراین الیا و الیاس هر دو یکی هستند. شرح زندگانی او در کتاب اول پادشاهان از تورات پیدا می شود. در کتاب ملاکی که آخرین کتاب عهد عتیق یا تورات است، گفته شده است که الیاس دوباره خواهد آمد تا راه را برای آمدن عیسی مسیح مهیا سازد. حالا یهودیان تصور می‌کردند که خود الیاس که در گردبادی توسط خدا به آسمان بالا برده شده بود، 2 مرتبه به زمین خواهد آمد، چون الیاس نمرد. ولی فرشته خداوند معنی پیشگویی ملاکی نبی را در اینجا برای ما روشن می‌کنه و میگوید که یحیی با روح و قوت الیاس خواهد آمد. یعنی او خود الیاس نخواهد بود، اما در حالت و رفتار به شباهت الیاس خواهد بود. و همونطور هم شد، زیرا یحیی در ریاضت و جرأت و خدمت به خدا بی اندازه به الیاس نبی شبیه است و انگار کپی هم می باشند. و باید به خاطر بیاوریم که یک مرتبه حتی خود یهودیان از یحیی پرسیدند که آیا تو الیاس هستی؟ و یحیی در جواب گفت که او الیاس نیست. گفت من الیاس نیستم. و البته این هم جواب صحیح بود. چرا؟ زیرا او همان نبی قدیم نبود. اما بعدها خداوند ما عیسی مسیح یحیی را الیاس می‌خواند و البته مقصودش اینه که او همان شخصی است که ملاکی نبی پیشگویی کرده که باید راه را برای آمدن عیسی مسیح مهیا سازد. بنابراین دوستان عزیز، می‌بینیم در اینجا که یحیی الیاس نبود، ولی دارای روح و خصایص الیاس بود و در واقع به انجام رسیدن پیشگویی ملاکی نبی بود که گفته بود من پیشرو خود را پیش مسیح میفرستم. قبل از اینکه مسیح بیاد من پیشرو خود را میفرستم که با روح الیاس خواهد آمد. میگوید در حضور وی، یعنی در حضور خدا پیش خواهد رفت. یعنی یحیی نبی پیش قدم شده و راه را برای مسیح مهیا خواهد ساخت. میگوید چرا؟ تا دلهای پدران را به راه راست هدایت کند و به طرف فرزندان بکشاند. ببینید، پدران مؤسسین قوم و ملت هستند، از قبیل ابراهیم، اسحاق، یعقوب و غیره، و فرزندان مقصود از بازماندگان گناهکار است. پدران به واسطه گناه فرزندان از آنها بیزار شدند، ولی یحیی این فرزندان را به توبه راهنمایی میکنه تا اینکه پدران دوباره با آنها مصالحه کنند. کلمه یونانی که در اینجا آسیان ترجمه شده به معنی نامطیعان است که یحیی آنان را دوباره به سوی خداوند هدایت می کند. از آیه 18 عکس العمل زکریا را برای ما بیان می کند. می گوید زکریا به فرشته گفت این را چگونه بدانم و حال آنکه من پیر هستم و زوجم دیرینه سال است؟ فرشته در جواب وی گفت ای زکریا، من جبرائیل هستم که در حضور خدا می ایستم و فرستاده شدم تا با تو سخن بگویم و از این امور تو را مژده دهم و الحال تا این امور واقع نگردد گنگ شده یارای حرف زدن نخواهی داشت، زیرا سخنهای مرا که در وقت خود به وقوع پیوست باور نکردی. و جماعت منتظر زکریا بودند و از طول توقف او در قدس متعجب شدند، اما چون بیرون آمد نتوانست با ایشان حرف زند. پس دانستند که زکریا در قدس رویایی دیده است. زکریا طالب علامت از جانب فرشته خداست. چرا؟ چون آنچه میگفت عقلا امکان پذیر نبود. فرشته بهش گفته بود ای زکریا، تو دعات مستجاب شده و خداوند به تو فرزندی عطا میکنه. زکریا میمونه توش،
آخه چطور ممکنه؟ من که پیر و کهنسال هستم و همسرم الیزابت که نازا بوده و الان بسیار پیره، چطور ممکنه ما صاحب بچه‌ای بشیم؟ آن هم بچه‌ای پاک و مقدس مثل یحیی. فرشته میگه ای زکریا، من جبرائیل هستم، من در حضور خدا میستم، خدا مرا فرستاده تا این مژده را به تو بدهم. حالا چون که شک کردی، چون که به دعای خودت حتی ایمان نداشتی، بدان که تو لال میمانی تا وقتی که این امور واقع بشه، یعنی تا وقتی که یحیی به دنیا بیاد. خدا به زکریا علامتی که میل داشت نشان میده، اما این علامت در واقع تنبیهی بود برای بی ایمانی او، یعنی زکریا لال میشه. دوستان متوجه میشیم که کاهنان می ترسیدن که بیشتر از حد لزوم در قدس الاقداس یا در حضور مقدس خدا بمونند. از این رو همیشه سعی میکردن که هرچه زودتر کار خود را با ترس و لرز تمام کنن و به نزد مردم برگردن. وقتی زکریا وارد قدس الاقداس میشه، فرشته خدا ظاهر میشه، اینا با هم صحبت میکنن، در نتیجه وقت میگیره. مردم بیرون منتظر بودن، دعا میکردن که زکریا بیاد، ولی هرچی وایسادن بیشتر دیدن این تأخیر کرد و همه ترسیدن. چرا میترسیدن؟ که مبادا خدا او را به خاطر عدم لیاقتش کشته باشه. وقتی کاهن از قدس خارج میشد، وظیفش این بود که به مردم درود بگه، آرامش، پیام شادی بده. حالا زکریا میاد بیرون بعد از مدتی، ولی قادر نبود کلمه‌ای بگه. چرا؟ چون فرشته خدا به او ظاهر شده بود، رویا دیده بود، یک منظره آسمانی دیده بود در قدس الاقداس و پیام شنیده بود و خداوند حالا او رو لال کرده بود تا تنبیهش کنه به خاطر بی‌ایمانی. و بدین وسیله دوستان مردم متوجه شدن که زکریا رویایی دیده، رویایی که مژده معجزه و تولد یحیی را برای ما بیان میکنه و نشان میده که آنان مورد لطف خدا قرار گرفتند و در واقع ننگ نازایی الیزابت نیز از بین می رود. دوستان عزیز، آنان در ایمان خود وفادار و مطیع کلام خدا باقی ماندند و خدا دعای آنها را هم پاسخ داد و آنها را برای کار عظیمی به کار برد. امروز نیز خداوند میتواند من و شما را برای مقاصد آسمانی خودش به کار ببرد اگر همانند زکریا و الیزابت ایمان داشته باشیم و در راه خدا پرهیزکار و مقدس و تقوایی را پیش خود کنیم. خدا کند که امروز شما وسیله‌ای باشید برای جلال نام خدا در این دنیای فانی. خداوند یار و یاورتان باد. آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201 616 920 1791. تکرار می کنم، 201 616 920 1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.